سلام دوستان، من و خانواده بعد از 1 سال و اندی میخوایم کله پاچه بخوریم. روز جمعه است، جای همگی خالی. البته تو این دوران کرونا ما اولین باری که از بیرون غذا میگیریم و اونو دوباره روی حرارت گذاشتم، یه مقداری جوشیده و همچنین نانو داخل ماکروفر گذاشتم به خاطری که نان سنگک میچسبه با کله پاچه، مخصوصاً که ترشی، لیمو، پیاز و فلفل سبز هم کنارش باشه، همینطور شربت آب لیمو. و من تا امروز نونو توی خونه خودم پختم، البته به کمک همسرم. یه چیزی یادم اومد در مورد اینکه بعضی از دوستان میگن نمیتونن فیلم ها رو روی یوتیوب باز کنن. شما میتونین از آپارات، اینستا و تلگرام فیلم ها رو ببینین، مخصوصا آپارات که عین یوتیوب تمام رشته های آموزشی و نمایشی و بازی رو روی آپارات میتونین ببینین. کانال من هم همچنان با نام آشپزی با عذرا روی آپارات هست و فعاله. آدرس آپارات، اینستا و تلگرامم رو زیر همین ویدیو در قسمت کپشن براتون میذارم. ببینین که کار داره به جاهای خوشمزه میرسه و من کم کم باید باهاتون خداحافظی کنم تا آب کله پاچه خنک نشده منم برم نون تلیت کنم و جای همگی خالی. اینجور غذاها دست جمعی باشی بهتر میچسبه. بازم جای همگی خالی و خدا نگهدارتون.